فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادر دیگری سوالشون این بوده که کدام آیه و کدام سنت پیامبر گفته که مولودی درست نیست؟ آیا این کار گناه داره؟ و تشکری کرده از برنامه. درباره مولود ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما یک اصول و ضوابطی رو قرار داده. به صورت کلی ما معتقد هستیم که دین مبین اسلام یک دین کاملی هست و هیچ گونه نقصی و کمبودی در دین ما وجود ندارد و کاملترین دیانت و کاملترین دینداری رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و بعد از ایشان اصحاب بزرگوارشون و اهل بیتشون و تمام اعمالی رو که به عنوان یک کار خیر در شریعت اسلامی اصلی دارند، این باید اصلش بر بگردد به رسول الله صلی الله علیه و سلم یا این که اصحاب بزرگوارش این کار رو انجام داده باشند. درباره مولودی ما نه از خود رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده که مولودی گرفته باشند، برای ولادت خودشون در واقع جشنی گرفته باشند و نه از اصحاب ایشون، نه ابوبکر، عمر، عثمان، حتی از خانواده ایشون حضرت علی رضی الله تعالی عنه و بقیه اهل بیت در طول تاریخ سابقه ای ندارد که بیان برای رسول الله صلی الله علیه و سلم جشن ولادتی رو بگیرن. جشن ولادت گرفتن به این معنی که ما یک روزی رو مشخص بکنیم فقط به خاطر اینکه جشن بگیریم، اینو برای خودمون عید قرار بدیم، در این روز مردم صدقه و خیراتی بدن یا یک مثلا اموالی رو حتی مثلا نذر بکنند اینو بدهند یا حتی به عنوان اینکه ثوابی کسب بکنند برای این چنین جلساتی یک چیزی رو صرف بکنند، اینا تمام موارد عبادی هست. ما به نیت تقرب این اعمال رو انجام میدیم. در نیت تقرب حتما در عملی که به عنوان تقرب انجام میگیرد حتما باید یک اصل شرعی رو قبلا داشته باشه که در این زمینه هیچ گونه اصل شرعی وجود نداره، بلکه معیار اصلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما قرار داده این است که ایشون فرمودن در روایات متعددی که هر امری که وجود داشته باشد که در اون لیس علیه امرنا فهو رد، من احدث فی امرنا هذا ما لیس علیه امرنا فهو رد. هر کسی که در این دین ما یک امری را ایجاد بکند که امر ما مشمول اون نمیشد، ما به اون دستور ندادیم، از جانب ما تأیید نشده، از جانب ما بنیانگذاری نشده، این از دیدگاه اهل سنت و الجماعت به استدلال از احادیث رسول الله صلی الله علیه و این رد هست و هیچ گونه جایگاهی رو در دین مبین اسلام نداره. اما اگر منظور از مولودی این باشه که به طور مثال خطیب جمعه امروز مثلا ولادت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، این خطبهش رو اختصاص داده برای بیان جایگاه رسول الله، برای بیان سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، در این اندازه اشکالی ندارد. اما اینکه تجمعی صورت بگیرد و مردم دعوت بشوند و سروده هایی رو مثلا که میخوانند احیانا سروده های شرک‌آمیزی هست و اعمال دیگری که در این روزها انجام میگیرد، این تمام بدعت و ناجایز.